اومدیم اینجا در منطقه در نزدیکی فیروزآباده. اینجا دارن آسفالت کردن، هیچ دهکدی هم اینجا نیست. دارن به اصطلاح سنگال خرد میکنن ببرن برای کشورهای خارجه یا توی اقیانوس‌ها بریزن، یه دونه جزیره درست کنن برای بیگانگان. به نام ملت غارت منابع گفته میشه امنیت اینجوری به باد میره. اینه وقتی که سنگ بره، سنگ یعنی همه الماسه، طلا هست، همه چیز هست. ببینین این جزایر مرجانی برای ما مانده و اینا دارن اونجا دارن چیکار میکنن؟ دارن اینا همه رو میکنن میبرن. خدای من این همه ثروت ما فقط دو رسانه دارن گوش میدیم، اونو دارن اعدام میکنن، اینو دارن اعدام میکنن. بچه ها دارن غارت میشیم. ما فکری به حال ما کن ای سرزمین ایران، ببخش ما را که بی تفاوتیم به تو، به زمینت، به سنگهایت. جنگل هست، آبش که از رودخانه می اومد خشک کردن، کاذب خشک کردن. گله های دستم رو بگیر از دستم. یک منطقه زیبایی بیش در همین فیروزآباد هست. ببینیم این درختک ها چه چیزایی دارن. اینجا عسلویه است. دیوانه کننده است، اینقدر زیباست اینجا. این کرم کوچولو رو میبینیم چقدر زیبا هست.